خدای برستی ما به بلا از اینا افتادیم. بابا ما چی بعده کردیم که خوار تو رستوندم؟ نه همون فکر که خود تو دگه تو 40-45 روز میشه از ایران ردمرد شدی بیامید اینجا پا تو مثل پا چطور برید دراز خور میزنی که نیمار به خو میگذاری نه به شیشتن میگذاری نه به میمون میفهمی نه به غیر میمون. همون فکر کو دگه خب وقتی برو برات کار غریبی برو بخو یا کار غریبی کو کار غریبی نمیکنی کاکا برو یا قاچاق برای قبض پیدا کو برو به ایران برو حال پاسپورت که با تو پاسپورت بگیرم من نه دختر خالم میتونه بیای نه دختر عمه میتونه نه خالم نه چیز که این پای درازه. لیلا مادر کجی بله خب بفرمایید اگه میشه یا اینجا بشینید دیگه مثل بود بامیان وری استاده ای. خاطر من کار دارم گفتم کار داشتین. بله یا اگه اجازه شما باشه بگین زودی که من کار دارم. میگم یک سوال مستو میکنم. خب همین برار تو چی رقم اشتنه؟ کم هر چی میام به میسرا میبینم لنگای دراز خور میزنه مثل گومیش ورید باد کرده میگه شیشته خواه این کار نداره وظیفی نداره یک جای جگای بری چی رقم دیگه؟ خب یعنی میگی اون از خونه بیرون کنم؟ خونه بیرون نکن خب بگو برو بکرد کار غریبی بخود دیگه 40-45 یکی ما میشه آخه. خب من چه کار کنم میگی؟ من که برای خود نمیتونم از خونه بیرون کنم پیار من مادر من همگی به ایرانم اینجی نیان آخه من خاله خود به تا کوچه بدیدم میگم خاله به سلامانم میای با خدا خاله جمع دخترها جوان دارم خسور بری تو اینجا پای دراز کرده تا بمشون به خونه از این خونه به زی خونه از این خونه به زی خونه خونه خوار خونه دیگه خونه خوار خونه میره من به 40 روز 45 روز آدم نمیتونه کار بکنه. حالا مسلمان به شما چیکار کرده چه گپا میزنین شما دیگه؟ بابا ما به قصه خرج چیزی نیام هر دم لباس ما یه چیز من به قصه از این گپا نیام. نه دختر خاله میتونه بیای نه دختر عمه میتونه نه دختر فلانی میتونه نه بامدنی. شما دیگه خیلی یاد داره خیلی گپ میگی. برو بگو اگه جامعه به خود پیدا میکنی کار چیز یاد سرنوشت خود پیدا حال پاسپورت نیه. اگه دلجامه که پاسپورت ما بگیره به ایران بره که خدا بابار بیامرزه. یا قاچاقبر قبض اگه رفتنی به ایرانه به پیش خانواده خود میره به پیش پیار مادر خود میره بره. اگه نمیره بگو کاکا برو صبح تا شام خود کار کو. هم خرج کیسی مصارف خود کار کو. باش چشم میگم. باش چشم. نه چشم. ولی در یک اصل که او خونه خوار خواهد به دیگه جا که نموده. خب وقتی که شما میگم صحیح راست میگم. حالا فس میکنی خونه خوار خود آدم بخریده. خونه خوار خود کلا خریده. من خودشو با آرومی گم. من می مدت ازم پیر مادر تو از ایران چی به تو کردم؟ من خودشو با جنگ ندارم با آرومی گپ میزنم شما بیخی شلیتگری میکنه جنگ. شلیتگری میکنه. بیخی جنگ میکنه من بزنی. راست میگم دیگه. من میگم خونه خوار شما من مگر فامیل با پینا با چی مجرد پای المی تو دراز کرده. حالا میزنه بشکنه یا میزنه پایین. وقتی برو کمال هم خبر وقتی خار میزنه بجو خونه نتونستم برو. خب امید بچه جان به من گپ زیادی نازی وقتی من گپ زدم که من نمیگذارم دیگه ای بابا. برو بزنم کار غریبی بخو پیدا کو. یا برای قاچاقر پیدا کنه بیا اینجا فقط میگه به من اینجا شرط من خورد قاچاق برام بخیر. چی گیری کردی من خسر بری من تو به خالا و دختر خالا و دختر عمام چی برمی در نمیزنم به 45 روز از ما خبری نمیگیرم. اولا چی میگم با شما خب دختر عمه دختر خالا نه چی مایم که بیایم خاطر جناب علی برار شما اینجا بیام دخول مثل گلمیشی دراز کشید به خاطر از این کار فعلا برام به خونه اولا که برام هست من میخونه که بیایم هر وقت که روی پوشی دارم نه بالای من باره نکو که برام مبرا دست بگیرم از اون خور بیدار کنن که برای 33 بالای من دختر خالا دختر عمه همین تو صبر کن تو انا ما خودت گاز کرد. خب دختر کاکا گیلک براش از سرا بیرون میکنه که 40-50 شب اینجا پرتوه. خود دختر کاکا از بیچاره از ایران آمده دیمرد شده. چه کارم با؟ خب مسکین دیگه کجا داره که به سرا خوار آمده.
سه کشته زمانی شده. خب خب انا میرم پیار با باغچه میرم برای میگم. خب باشه همیتا میگم باشه. خب خداحافظ. چکار عبا؟ وای سه کشته زمانی شده. چکار شده؟ دختر کام زنگ زده. آه کمی گیلک خودم 24 ساعت جنگ میکنه برا من از سرا بیرون میکنه. این برا که از ایران رد مرز شده. نورو مگه چرا اینجا 40-50 شب اینجا پرته از خود زندگی نداره جا نداره. خوب بیچاره از ایران رد مرز شده مسکین دیگه کجا داره که بره غیر از سرا خوار خو چیز کو تو بگی برو این گوشی ما بغزی برو. خب من چپ پیش بابا خو میام. خب برو بخیر برو گوشی بغزی که بغ نداره. خب خیلی خدا جو این شاخهای دلم میگن کم کن. این سبخچه همین سو میکنم اینا رو. بابا چه کار میکنی؟ این شاخه کم میکن گلوتر رو آدم میخوره. بابا یک دقیقه میشه بگذار اینا به شما کار دارم. این شاخه رو عرضه کن. خب بابا بگو. من به سرا بودم. خب دختر کام زنگ زده بود. خب. زنگ گیلک. خب زنگ زد به ما گفتک عباس گفتم بله گفتک بور یک دقیقه بهم سرا بهم پیش کاکامه. خب برای بگو انا که بیا خودی همی گیلک گپ زنه. خب به خاطر کمی گیلک خاطر گیلک گفته گپ زنه. خاطر براری از ایران ردیمرز شده. خب بفهمیدین؟ خب برار ایران ردیمرز شده. گیلک میگم 24 ساعت خودی جنگ میکنه که تو چه برار تو اینجا بیامده 40-50 روز اینجا پرتو داده خود چه خود خانه زندگی نداره. خود تو بچه جان او کار آدم شده پا کجا بره؟ این خونه خوار اینا خونه خوار خونه رو خونه کی بره؟ خب میگم خونه خوار خونه گیلک میگم ما سور چند دفعه بیرون خانه 5-6 به خونه میبود. خب میگه او از سر ما گیلک بدل کنه. اشتباه میکنه که خونه خوار اشتباه بدل میکنه. گفتک برو خود به کاکا بگو که میتونه بیا خودی گیلک گپ زنه. کتو میشماری که تو زنگ زی گوشی ما یاد بده گوشی خوب بده. آخ گوشی شما که شما گیلک و گیلک زنگ زنین دیگه. بگیره. تو چیکار کاکا جو؟ گیلک خودت قلقلوی داره. چرا قلقلوی داره؟ خاطر برو تو ردمت شده میگه 40-50 شمیجگی از خونه زندگی نداره. خب پس او به خونه کی بره؟ خانه 5-6 که به خونه ما بود دیگه. خود 10-12 که به خونه شما بس چیکار میشه؟ خب میگه چرا به خونه میره؟ خود رای کن به خونه ما رای کنی. رای کنه به خونه ما رای کنی. خیر غم ندارم چند شب دیگه پیش خونگاه میدارم. با تو رفتنی شه بیرون. ردمت شد ردمت شد مجبور با بره بیرون بره دیگه. خب خوبه رای کنی بخونه ما رای کنی. خوبه رای کنی. بخور گیلک پالون زیر شکم آورده که ایسا کن واسه یک لقمه نون میخورم با مای بدر کنه خونه خوب. این شهرم نداره. خوب رای کنه خونه ما رای کنه. خدا حافظ شما.
عجب خونه خوار نورا خونه خوار ما بدار کنه میگه 24 ساعت خودی خونه خوار است خونه کی برسته که خودی ما جنگ گرفته که چرا اینجا 40 50 شب اینجا خود پرته داده اخوات خونه و زندگی و جا نداره. عجب این چی رقم آدمیه این دیگه به کل دیوانگی به سر خود اثبات کرد دیگه. وای 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 وای. منم که چی؟ شتنی بچه کاکا یاری بچه کاکا جو بخیر سلامتی خیال خوشحالی شکر زنده باشی بفرمایی به خونه شما کی نه؟ بابا من همیشه که دیگه میگم باشم بشینم که مونده شدم بچه کاکا به خونه گیلک اینا خواه بودم بفهمیدی؟ بلیو گیلک بیامده از امرا قال مقال کرده که اینجا او تعالیه که تو لنگا خور دراز کردی وقتی برو کاکا جو به خوب فکر کار غریبی شو من بچه کاکا اعظمی ایران اگر ادمرد نشدی من به 20 سال دیگه به افغانستان نمی آمدم خونه و زندگی ما همه به ایران من رو امید میمی خونه خوار میبودک تو سیکو که میمی 40-50 روز که می بیامدم اینجا آمدم سیکو که گیلک دوماد من چی میگه خیره بچه کاکا انا اینجا خونه خود چمونه بفرمایی ای تا جایی که جا داره دل ما درد کرده خیره انا خونه شما اینجا خیر بینی بچه کاکا خیر بینی زنده باشی